همه شما و در سیمای یکایک شما تمامی خواننده شما رو اون اودیتوریای بزرگی که هر یک نفری ما و شما داریم همه ایوانها رو که تعدادشون از میلیون هم بیشتر است با آزادی دولت تاجیکستان با استقلالیت دولتی تبریک مبارکباد میگویم. با ویژه در همین 30 سالی برای دولتداری ما خیلی سنگین و وزین که تحت هدایت سرور دولت نفری که واقعا هم حادی ملت شده است، پیشوای ملت شده است، سربان ملت شده است و ما را به موفقیت و مظفریت‌های نو به نو آورده می‌رساند. واقعا هم کار خیلی مشکل است که در 30 سالی که عموما دولت و دولتداری وجود نداشت، امروز ببینید که اینستیتوت‌های دولتی عمل میکنند، ما را در سرتاسر جهان همچون یک دولت مستقل میشناسند. و خدمتتون عرض بکنم که 5 سال پیش وقتی که ما در مجمع سازمان ملل متحد بودیم، یک نفر سفیر خارجی بسیار یک سخن برجسته گفته بود که اکثریت دولت‌های هستند که آبروی دولتشون از ایمیجی سرورشون، از ایمیجی پرزیدنتشون خیلی بالاتر است و انگشت شمار دولت‌های هستند که آبروی پرزیدنت از آبروی دولتشون هم بالاتر باشد. یعنی که آبروی فردی پرزیدنت دولت را بر جهانیان معرفی کنند. و همونجا قید کردن که پرزیدنت شما از همین گونه انگشت شمار فردی هست که توانست با آبروی خود معرفیگر ملت، دولت، استقلالیت، آزادی و ملت شما بوده باشد. بار دیگر این جشنواره با شما مبارک باشد و هم گازته مردمی SSSR که گازته ملی است، گازته دولتداری است، گازته صادق بر امید و آرمان‌های چند هزار ساله ملت است و ما در حفاظت و حمایت و رعایت و امانت این استقلالیت قرار داره و محض به همین خاطر زینت‌الله اسماعیل رئیس اتفاق ژورنالیست‌ها و کلیه در اینجا بوده ها میدونند که ما در روز 9 سپتامبر 2008 عرض هستی کردیم. یعنی که قدم نخستین خود را ما در روز استقلالیت تاجیکان گذاشتیم و این قدم ما تا ما هستیم محض برای حفاظت استقلالیت اندیشوی و فکری تاجیکان روانه خواهد گشت. ضمناً ما میتوانیم در همین روز سرد و مبارک ما رونمایی کتاب بابای ایشان را سر دست گرفتیم. این کتاب بخشیده شده است و روز و روزگاران ژورنالیست زنده‌یاد برادر یکایک ما، یکی از ژورنالیستان جسور، معترض و ملت پرورده و ملت پرست و دولتخواه و استقلالیت پرست ما اصل‌الدین داستیوف که طول سالهای خیلی بیش در رسانه‌های هم رسمی و هم غیر رسمی، هم دولتی و هم خصوصی فعالیت داشت و از روی قلم ممکن کش یکایک ما و مردم تاجیکستان رو نیک میشناسند. در اینجا ما گردآور کردیم خاطره دوستان را در دوره بابای ایشان اصل‌الدین که از اینجا حتما می‌بینید، می‌خونید و بار دیگر آشنا می‌شوید و هم ما 6 مقاله بابای ایشان را
اسدالدین دوستیوفро با انتخاب عمر شیخان که محرری مسئول هستند در اینجا جا کرده و از این مطلب ها برمی‌آید که واقعا هم اسدالدین دوستیوف یک ژورنالیست بود که واقعا خیلی پروفسیونال بود. خواند و خلاصه کنید و اون تحقیقات و پژوهش‌های ژورنالیستی که مرحوم بودند متاسفانه امروز کم به نظر می‌رسد. زیرا خدمتتون عرض می‌کنم که اصولاً اسدالدین دوستیوف از عالم مهندسی به عرصه قلم گام نهاده بود و تمامی کارهایی که میکرد از روی همون پروژه و طرح و نقشه های مهندسی بودن که مطرح میکردن. شودروان اسدالدین دوستیوف در آبیاری کردن دشت های تشنه‌لب دنغره در سالهای 80 اول 80 و آغاز 90 سده 20 دستی تمام داشتند و امروز همون میدان هایی که آبشاری میشوند و آبگذرانی گشته‌اند مهندسی اصلیشان اسدالدین دوستیوف بودند، یعنی که در اون سمت هم دستی تمام داشتند و پروفسیونالیسم خود را نشان دادند و در سمت ژورنالیستیک هم وقتی که وارد کارزاری کسبی ما گردیدند ثابت ساختند که در اینجا هم دستی چیره دارد. رشته سخن رو با دست رئیس اتفاق ژورنالیستان زینت‌الله اسماعیلی می‌دهم. Uz ریاست اتفاق ژورنالیستان بلوچستان سایفی می‌گفت که توانستند امروز این چهاربینی را تشکیل کنند ما گرد هم بیاییم و لحظه درباره خود اندیشه کنیم. وقتی که با اینجا می آمدیم راستی معرفی کتاب اینجا و وقتی که اسدالدین دوستیوف میگویند راستیت هیچ وقت باوری کس نمی‌دهد که این هم کتبی عزیز ما امروز درباره ما نباشد. ما هرگاه که به منطقه کلاب رفتیم با دل پر با اعتقاد بلند می‌رفتیم و می‌دانستیم که آنجا ما را یک همپیشان و یک ستونی بسیار با اعتماد، یک قلعه بسیار بلند، یک نفری که با آغوش گرم همیشه همکفان خود را استقبال می‌گیرد انتظار است. و لقمان حکیم بر پسرش میگوید که وقتی که به هر شهری که رفتی برای خود یک سد بنیاد کن، یک دیوار بنیاد کن. و وقتی میگه که من در شهر بیگانه چگونه میتونم این گونه سد و دیوار بنیاد کنم، میگه که تو در این شهر دوست پیدا کن و اون دوست سدی با اعتماد تو میگردد. دوست همه ژورنالیستان آقای اسدالدین دوستی بودن و همیشه ایشان برای ما یک نفری بودن که انرژی مثبت میدادن. باور کنید و چهرهشون وقتی می‌نگرید همین چهره خود بازگوینده انسان است و این چهره بود که بعضی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی سال‌های خود را اشغال می‌کنند ولی نام نسبشون را کسی نمی‌شناسد. ولی از یک منطقه از یک محل دیگر یعنی دور از پایتخت کشور نام نسب خود را با مردم و واسطه مقاله‌ها و واسطه مواد جالب معرفی کردن این خودش یک نشان آن است که اگر اسدالدین دوستیوف در حقیقت از دوستانی که فراهم آوردن یک مجموعه که در آن فکر عقیده هم پیشگان جو شده است، آنهایی جو شده است که اسدالدین دوستیوف را خوب میشناختند و این البته یک قصه از خوش است چون که هزارها صدها و دهها نفرهای دیگری هستند که میتوانند درباره اسدالدین دوستیوف و هم درباره ژورنالیستیک و ژورنالیستان ما سخنان خود را گویند. در فاطمه 15 سالگی هفته‌نامه SSR را صمیمانه شد باش میگیم. سیاف میداند که SSR در پیش چشم ما به دنیا آمد در شماره هشتم در پهلوی ما بود و چی میگفتند و چی میکردند زیاد بودند. آنهایی که میگفتند که این هفته‌نامه چند روز عمر دارد
چون که ما در تجربه ژورنالیستیک سالهای استقلال دیدیم که بعضی حسنامه‌های ما همه یک شماره برآمدن یا یک چند شماره برآمدن، ولی سیاف میزراب همون جوهری فعالیت خودش در توسط هفته‌نامه SSR پیدا کرد. این جوهر به نظر من ژورنالیستیک شهروندی که رنج کردن ژورنالیستیک نوشتی جذب نمودن شهروندان گوناگون همچون مخبران، همچون خبررسان‌ها و البته این کار تحقیقگران است، کار فاکولته ژورنالیستیک است که باید این چیز تحقیق کند. دوستی عزیز 15 سال فعالیت شما مبارک باشد و امیدی آن داریم که 15 سالهای دیگر با برای این ملت و برای این وطن و برای این جمهوری خدمت میکنیم. سربلند باشید و از همه شما دوستان عزیز سلامت سربلند باشید. خورشید عطاالله با رحمتی بابای شاه اصل‌الدین هم بسیار یک دوستی داشتن. خواهش میکنم که شما استاد در ژورنالیستیکای منطقوی بعضی از پایه‌ستون‌های خیلی قوی هستند که واقعا همون منطقه را با همون پایه‌ستون‌هاش میشناسند. واقعا سه پایه‌ستون بودن که و بدبختانه امروز ببینید که با گذشت وقت من یا کسی دیگر نمیتوانم با جای مثلا ترکودیکایف یا که با جای رحمتی اصلی دوستی نامش گیرم نیستن دیگه، این خبرها نیستن، این بدبختی ما و همین گونه حالت مثلا در ولایت استخدام است. یادشان بخیر بود و واقعا تند میگفتن، سخت میگفتن ولی راست میگفتن. چندین حالت ها بود که وقتی در اون جلسه یا که اون چی بحث میکردم بعضا میگفتم برای شما خیلی سخت گفتی زنگرد درست گفتم بابا چند میدون حتی در یک نشست اونا سخت کار گفتم که اون مردم منتالیتش دیگه خیلی باید این طرف باید میگفته همین منطقه باید و منصب گیرم باید شاور گیرم در مثلا این نام‌ها و یادشان بخیر. من باور دارم که فرزندانشان یا پیوندانشان راهشان دوام میتن. در مسئله SSR واقعا من همین پیوندم رسید که زاد روز دارد. خیلی یک روز دیگر میسته نهم نیو دهم نکرده زاد روزی من نشید با بهتر. واقعا SSR خوشبختانه امروز میبینم که مثلا قدم با قدم نفوذ و آبرویش زیاد شده ایستاده است و خدا کنم که سالهای زیاد، 10 سالهای زیاد با همین آبروی نفوذی که دارد زیاد کند و کم نکند. مبارک شود سلامت باشید. اینجا یک نفر نشسته است میانی ما که با بابای شاه اصل‌الدین از نورسی و از جوانی آشنا بودن. حتی یک شعر هم گفتن که در حضرت اصل‌الدین جورای دوره جوانی هم آه افسوس صد دریغ ناله و داد و فریاد تاقی کلابی هم از سر فتاد دین روزک با عیوبی مرده بودم این پگاهی با تو بودم. استاد ناظر یادگاری دوستی دوره جوانی تشکر. ناظر با صحبت کردن که درست ساله بود که این اصلین و سیاف کشی رو داده میشه. وقتی که ما قطعی اصلین جورت نیم این سالهای 76 77 من در دانشگاه ملی میخواندم اصلین در پلی‌تکنیکوم فاکولته دیگراملرات شد. سیاف ممکن مطلب میاندادم میخواند و صرفی سه برای همین ما همین تصادفاً جوره شدیم. اون وقت همین با یک خیلی مقاله و چیزایی ما در همین گزیتی کمسمان و در تاجستان سعیدی چاپ میشید همون روزی که چاپ میشید فکر میگردیم ما خیلی نمویه همایی یعنی دقیق باید بچه ها بعد اون وقت گزیت مثلا مقاله قدش برای کمپی بود زیاد بود. یک روز تصادفاً شناس شدیم که خوابگاه نزدیک بودن و یک زیاندار بود یک بچه از نورآباد
باید طریق کلوفی هم سه کس ولی سه کس جورش نمی‌کنه گوی پارکیلین می‌رفتیم و زیانده و رفیق دیگه هم قطع پیلان بخوردیم ایشون نمی‌خورد. بعد ایشون بودن خیلی ایما اینما اگه بزبالا نیست ایما دوان مایلتر رو مالیش می‌گفتن. خب بعد ایما چند سال گذشتم هر وقت ما خواندم که ما خورور چون میشه بعد خیلی چیز فهمیدم بعد یافتمش خلاص بعد همین پرابلم‌هایی که بابای ایشان برداشت مثلا همین تحقیقات وادی مرد اگر خونده بشه همین درباره وادی مرد در دوره شوروی در گزیت توجیشان سویتی در همون کلخوز کیروفی نویه واسه پوشیان همونجا مردم سراسر کسری سیل مبتلا هم درباره در دوره شوروی من نخواهده نوشتم یک بار نوشتم چاپ نکردم بعد آهسته وقتی که کمتر دیدم بعد چاپ کردم بعد در هم بارم ما صحبت کردیم خیلی فرق ما را بودیم مقاله شده در اینجا عرض کنیم بهترین تحقیقات درباره درون مثلا بسیار فاکتور یک آدم کسل میتونه که 15 آدم را کسل کنه با دیگر فاکتور است یکی همون دیگه ها سراسر همه تبرکلوز کسل سیلولر اما ما میخوردیم با گوی وقتی توجیه میومدن یک رئیس سابق بعد توجیه تقسیم تقسیم بودن یا جورا بودن خلاصا و خبری مردی بابایشون این تولدی بابایشون تولد 58 داره ما 56 ما دو سوال کنم وقتی که خبر مردی 70 سال نوشتن بسیار زیاد نشد برای خدا جوش رحمت کنم و تشکر با برادر بدن که این کتاب خوب چاپ کرد و این کتاب خاطرش در دل آدم‌ها زیادتر زنده میشد میموند خدا خلاصه جوش جنت کنم درباره اسیسیر ما همه آدم‌ها دوره اسیسیریم روز دیگه به اسیر می‌کنیم. خواهیم نخواهیم کسی چه فرماید اسیر با ما معقول است. همین اسیر هم بسیار یاد بکنیم. و همین اسیر مهرش برابر همون اسیر شده است. برای همین با اسیر هم برای موفقیت. شاعر اسماعیل ظریفی از پنجکت بوستان همین صبح یک شعر با ما روان کرد. محض درباره بابایشان اصلین نوشته است و با خواهی شما ما همین شعر را قرائت میکنیم. عبور کردی هزاران وادی مرگ الان نام مقاله را گفته است در یاد روزنامه‌نگار نکنام اصل‌الدین دستی یافت تو را بر یاد می‌آورند امروز همین روز نوشته است که بودی مردی نیکی با طهارت در این دنیا به مانندت نباید دلیر و کارگر و با جسارت عبور کردی هزاران وادی مرگ به سوی هر هدف مردانه رفتی ادب شرط است گفتی و به هر کو این نام مقاله ادب شرط است گفتی و به هر کو چو شعر شهرزن و ترسانه رفتی نمیخواهم دیگر یاد خوشت را فرو ریزم ز شاخ و برگ خاطر یکی روز سراغت میروم من که هستم در جهان چند مسافر در این دنیای ارمان و هوس‌ها به قلبت بود دایم درد ملت زیناخون تا به مو بودی نمازی دلت پر بود از نور صداقت گرفتی دست هر افتاده را که بودی در جهان توأم به دریا به علم و فضل به اندازه خود جهان دیگری بودی به دنیا و کشف قلب‌های و صدق بی‌حد به درد دیگران بودی تو دارو گرفتی بار خلق خیش بر دوش ایا ای حق پرست ای فرد حق جو ز مهد خیش بر تابوت کشیدی بنای بیگزند نیکنامی تو بودی یک ره و یک رو به عالم نبود در چهره‌ات آثار خامی تو همراه منی بابای ایشان تو را بینم همیشه در مقابل حضور دلپذیرت را بخواهم پس از این هم چو گل در هر محافل خدا رحمت و مغفرت کند بابایشان
واقعا هم شعر هم می نوشتن و ترانه هم می گفتن و در محفل خیرنده در سالهای 80 شرکت داشتن که همراهش یک گلدختر نازنین بود که امروز یکی از ژورنالیست‌های توانای دولت تاجیکستان گشته است، سردبیر مجله بانوان تاجیکستان شاهانه بانو که خاطرات و گفتنی هم درباره بابایشان دارند. درباره برادر عزیز چی میگویم؟ ما بسیار یک نفری بودن که کلا اگر نامبر کنم جوانمرد بود به معنای تامش نفری بود یک رو یک حتی در صحبت جرأت نمی‌کرد که بیامورا سوالی که بیامورا جواب سوالات رو بپرسید ولی بسیار دل پاک داشتن. هر یک سخنش سازنده بود، هر یک مهنتی که میکرد کوشش میکرد که کمکی کرد تا آخر هدفمندانه همنا رساند و منفعت هر نفری که باشد. و برادر عزیز توانست در یک منطقه دوردست کشور نام ژورنالیست را در تمام کشور نامش را معرفی کند، چون که نفری بود هیچ وقت از حقیقت گفتن دوری نمی‌جست، با همه سر به سر میشد، چون که سخنش سازنده باشد، سخنش سازگار باشد. و ما نسل نوی که در مو دوره در این محفل جمع آمدیم نفرایی بودیم که دست پرور همین محفل و من از چی افتخار میکنم یک نفر زن، یک نفر بانو همه وقت میگفت با جسارت باشید، از حقیقت گفتن هیچ وقت نترسید. در ژورنالیستیکا یا یکم باشه و یا نباشه. این سخنهای بابای ایشان است و خدا رو روانش همیشه شاد باشه. هرچند که امروز این جوانمرد اصیل به ما نیست ولی پیوندان او، فرزندان او روح و روان این مرد جسور، این مرد حقگو، این نفری که من باور دارم 100 ساله ها نامش در ژورنالیستیکای تاجیک و نیکی یاد می شود، برای ما همچون یادگار میماند. نام نیکش، کاری نیکش، خدا روحشان همیشه شاد باشد. و برای قضیه SSR چی گفتن؟ برای این هفته‌وار در حقیقت توانست در برابر روزنامه‌های دولتی مقام خاص خود را داشته باشد. 16 سالگی SSR و بلاغت رسیدنتان مبارک باشد. روز ما 17 سالگی بابایشان از این در بسیار گزیده توقع کردن، من جمله در منبر خلق و صدای مردم. شما را میشنویم سردبیر منبر خلق و سپس صدای مردم را. شما این اول اگر اشتباه نکنم سال قبل بود در خالی دیوارخانه کره بالومان با سیاف خوردم و در مورد بیماری و درستان کردن که مریض هستم و باید که در این بیمارخانه خوابانده شدم. بازیگر بعد این از پی تشویش‌های روزگار بودیم که یک از جمیل القلوب بیچاره بودن که همون برادری که این بیماری سرطان کننده داشتم و واقعا خیلی از یک مصیبتی وضعین است. در مورد این معرفی می‌تونستم که واقعا خیلی یک است که شما این کار کردید و برای مخاطری یادگان شایگامی داشتی یادگامی برادر این تو به شما با چوب رساندید و همچنین هفته‌نامه‌ای که سوشالی SSR رو با 16 سالگی تأسیس یابیش من شاد باش میگم. نوشته‌های بابایشان رو در مردم می‌خوانیم و وقتی که بحث مطبوع قرار داشتیم بود هم زیادتر به نوشته‌های بابایشان توجه داشته کردیم و خداوند جایش را جلال گرداند و این کتابی که سیاف برای برادر خود نشر کردن بسیار یک کتابی به صفت بلند و با دست گرفتن این کتاب واقعا هم از نوشته‌های بابایشان از اون نوشته‌هایی که دوستانی که درباره وقتی از این دوست که نوشتن باز اطلاع بیشتر پیدا می‌کنیم و این یک اون در خاطر در تمام هر کسی که بعد ازش می‌رفته یک اون جاویدان است. در مسئله روزنامه SSR روشن ما از همون روزی تأسیس یابیش واقعا هم خبردار هستیم، ما مطالعه می‌کنیم و
طبعی که همکسانی از گفتن در مورد توجه رهبر دولت و روزنامه‌های خصوصی و روزنامه‌های دولتی لطفاً گفتن چنین وعده شده که همه ما متحد باشیم و برای پیشرفت آبادانی همین دولت و ملت سهم بذاریم. و همین رسمی اولی که در SSSR شروع شده است با قدردانی رهبر دولت و سرپرستی روزنامه SSSR حقیقت میلیون ایران نشانه همین بلندی که احترام رهبر دولت و روزنامه‌های خصوصی است و روزنامه SSSR است و رهبر روزنامه SSSR است که این قدردانی را نصیب داده. من سخن روزی با نماینده اقلیت دینی میدهم استاد عبدالقادر عبدالقهار که واقعا یکی از فرهیختگان ملت تاجیک و زیایان هستند و بعد عبدالقادر استاد بسیار یک شهدخوانی دارند این جمله از زمان شروع میکنند. 4-5 صحبتی که در 10 سالهای اخیر داشتیم با ایشان صحبت سریراهی کوتاه یا در شهر کوچک در مرکز صحبت‌های طولانی نداشتیم ولی ما همدیگه رو سخت احترام میکردیم و دوست داشتیم. این اصطلاح است که ما باید زود به همدیگه رو بتونیم زیرا ببینیم که اکنون دیگر من نمیتوانم در صحبت دیگر باشم و بارها در مورد شخصیت من، کارهای من و چند موارد دیگر هم تحقیق کرده است که یعنی که سخن درباره جسارت، سخن درباره قلم، سخن درباره نکته نظر و سخن درباره حمیتی یا شرفی انسانی میرفتی و من رساندن و خیلی بینه داشتم و حتی در صورت کوتاه در شهر کلوب خیلی سالی میرفتم و در صورت یعنی که چنانه که حضرت جامی در هرات و یه با شهر و دولت بزرگی نظر آمده حتی به حج نرفته نقشش را در ادبیات ملی گذاشت یعنی بابا ایشان ببینه که در مدرسه در مضافات ایستاده و تاریخ ژورنالیست که دیگر نامش رو گذاشت. همین یک مقاله که در شهر کلوب خیلی مشهور است، زور است. اول بابا ایشان شد بود خود در مورد ایسین همین رو باید بگم که روزنامه‌ای هست که گمان میکنم که دیگه که نقش شخص است. یک شخص در یک میدان آزاد، در یک میدان خالی روزنامه را تأسیس داد چون چهره برادر امام سیاد آهن درخشانش، زبانش، قلمش ifade کننده چهره و شخصیتش است و باز هم سخن درباره جسارت و باز هم سخن درباره مرافق انسان اگر هر چی بخواهد میتواند چنانه که شعارش را ما میتواند. تا سرمه چشمت نکنی خاکی دری دوست تا سرمه چشمت نکنی خاکی دری دوست بر مرتبه دوست رسیدن نتوانی دلبری ما رو اگر آرند در بازار مصر دلبری ما رو اگر آرند در بازار مصر چشم یوسف بحر سودایش ترازو می شود از فتنه زبان قلم احتیاط باش از فتنه زبان قلم احتیاط باش غافل مباش که گردن مار گرفته ای
من آنم که دشت مصرعی رنگین گویم همش فرهاد یکی گویم و شیرین گویم دیوانه باش که غم دیگران خورند هوشیار مباش که غمی دیگران خوری سیاه روزی ما ای جان سرگردان زیناداریست چراغ اهل ثروت در زمستان هم نمیمیرد من از دشمن نمینالم که دشمن است آخر من از آن دوست مینالم که کاری دشمنی دارد اما ما بشر خرقه ببر شبه در انگشت اما ما بشر خرقه ببر شبه در انگشت اما چو دلت سوی خدا نه چی حاصل رو به هند آوردنی صاحب دلان از بهر چیست روزگار آینه را محتاج خاکستر کند خاکساری پیشه کردن هیچ میدانی که چیست مشتی خاشاک به چشمی دشمنان افگندن است از شکستی شیشه صاحب دلان اندیشه کن شیشه را گر بشکنی هر پارش خنجر بود من نمیگویم مرا ای چرخ سرگردان مکن هرچی میخواهی بکن محتاج نامردان مکن از قضا از خانی ممشیک گر کسی نام بیش کند تا قیامت مینتش بیشند دندان بیش کند ای خطرانیم و ملکی بدخشان دارم وادی پر از فیض زرافشان دارم خوجند و حصار و غرب پیوندی منم یک مادری جان تاجیکستان دارم بیشکن فلکا وطن گرفشان گشت است بالا و وطن قیمتی انسان گشت است
با جهد و تلاش پیشوای ملت مانند بهیش تاجیکستان گشت است. جشن استقلال مبارک باشه دوستانی عزیز. استاد وقتی که یک جا ناجور می شود همه را جور میکند. بعد ما یک برادر داریم، برادر کلانی ما ایشان چامدین اومد خانه داره یکی استاد اومدن گفت استاد فیضعلی حسن که باشه برای تور طبیعت. بعد تور آوردن بعد توجه کردن یه ایشان چامدین که غنا باشه بود. توجه میکنم مرده که عینه کلا با من کوفته شده که غنا باشه بود که همین استاد یک ساعت کرد دوامش خیلی کوشش بعدم خاک من عادتا هم خیلی اول یکم شعبه میکنم یکم میکنم برای وقت خوش بوده گیره بعد خلاصه که همین خانک سر بلندی گر بخواهی یک تنجاش ای که وقت دارم بگیره دیره در اینجا اپای محبوبه کمال و یک نفری که هم با ما و هم با خانواده ما یک رفتار حسنه داشتن حضور دارند. وابسته به رونمایی امروزه و رونمایی کتاب بابای ایشان نقش گرفتنی هستند که طوری که سیاه جان گفتن ما نه تنها در خود شرق آزاد همچون همسبق شناس شدیم ما شناسایی دیرینه داریم با امیده این و شادرما اپاشان بسیار دختر زیبا بسیار دختر آینده‌دار بودند که در سن کمالات در آن دوره که باید شهر و شکر زندگی را می‌چشیدند دنیا را قبول گفتند و وابسته به بابای ایشان هم پیش از آنی که همین حادثه مدهش به وقوع پیوست شب ما خواب دیدم سیاه را اگر یاد داشته باشید خواب دیدم که در کجای هستن سرگردان هستن و من سحر بر وقت تلفن رو گفته زنگ دادم که سیاه جان چخیر شما سلامتیتان خوب گفت که حال حاضر برادرم جان به جوال رسول سپردن. یعنی این یک همبستگی فکری و همبستگی رشتگی همبستگی دوستی ما بود که ما هر یک حادثه‌ای که میشد حس میکردیم و روح و روان برادر عزیز ما شاد باشد و سحر ما با شما جان با یک چند همسبقان دیگر ما رفتیم و سوی کلوب و جنازه و باور کنید این نفری بودند که تمام کلوب را لرزاندند. ما رفتیم از تمام مناطق این سرسبودگر این صاحب قلم توانست که تمامی را جمع کند سرجم سازد و در آنجا وقتی که ما از هر یک نفری که میشنیدیم فقط سخنان خوب حتی از رئیس شهر خدایار نظرزاده بختیار خدایار که در همان شب و روز نیاز به چنین صاحب قلمان داشتند. اگر باوری دارم که امروز شادروان زنده می بودند آن هجوم هایی که بر رئیس شهر می شود وی جوی خود را می بود. یعنی وی جواباً می توانست که جایگاهی مناسب سخنی مناسب را نسبت بعضی نفرانی که با قلم سوزنده خود میخواهند جمعیت آرام ما را نارام سازد وی می توانست استفاده کند و وابسته به روزنامه مردمی واقعا مردمی SSR که آنها با شعار خود توانستند و اون حروفاتی که در اینجا صلح، صمیمیت، صداقت، رهایی واقعا ارزنده همین پرینسیپ ها هستیم و بگذار 16 ساله هایی که شما امروز جشن میگیرید همین خیلی 16 ساله ها باید به انتها باشد و ما народ газета با شما باشیم. سلامت باشید. در اینجا یک نفر نشسته است که تاریخ‌نگار هستند و از شماره‌های نخستین SSR با ما سر دوستی دارند. استاد خانعلی قربانزاده خواهش میکنم گفتنی عزیز سمرخندی یک سخن دارد میگوید که
اگر ما مردگان رو یاد ناریم یقین دام که نکم از مردگانی و فکر میکنیم که همین شب روز یاد از ارواح گذشته بسیار رسالتی جوانمردی است، رسالتی انسانی است و در همین زمینه نویسنده امروز هم باریس علینیکوف یک سخن خوب دارد. میگوید که بغیر از جاه و منصب و ثروت و دولت و دیگر با ارزش‌های انسانی است. یکی از همین دو ارزش‌ها میگه یاد کردن روح و ارواح گذشتگان است. و آنها خوشا به حال آنهایی که میگه از گذشته یاد میکنن. اگر نه روزگارشان هم فراموش شده است. یعنی هم روزگار هر روزشان فراموش شدنی است. من SSC را در سیمای اکیس بسیار دوست می‌دارم، احترام دارم. در قشلاق همون یک معلم رحمان است. هر هفته نصف معاش رفته از ناحیه خانه ما تا ناحیه 30 کیلومتر است. میرود 30 کیلومتر گشته میاد برای خریدن این گزیته سی. حالا اگه پاش معیب شده خوبه بعد دودارشان میگه که هر هفته دفعه گزیت دور. و من فکر میکنم که همه خیلی جوانمردان در تاجیکستان خیلی زیادن که یک محبت به این روزنامه دارن. و این روزنامه واقعا هم دوست داشتنی است. من به این روزنامه عمری دراز میخوام با هیئتی سردبی و کارمندانشون صحیفه های زیاد میخوام. خورده گازین هم زیباتر، خوبتر میخوام. تشکر بار دیگر که دعوت کردین برادر ارجمند ما جوش جانت شد. من باری هم ندیده بودم بغیر از تلویزیون فقط روی جنازه شرکت کردیم. بابایشان اصلی بیکسا خواهر قیمتی گرفتاردن اکای اسدالدین اولین برخورد ما با اکای اسدالدین در کلاب در منزل استقامتیشون بود و در راه وقتی که می رفتیم یعنی که یک آدم رو باید اولین بار ببینی باید یک تاثیرات داشته باشی. اکا سیوف در ذهن من زود تاثیرات بسیار بد را باقی گذاشتن گفتن که گپا تا دومیسته گفت شوخی بمعنی نکن بسیار یعنی که دوست نمیدارن بسیار مردی جدی هستن اکا اسدالدین. همین که داخل منزلشون شده نمیدونم یک راستی من تا داخل شدم به اون منزل کمی هراس داشتم و اما از دیدن چهره واقعا هم یک نما یعنی که یک آدم رو میبینی و علکه احساس میکنی که در نهادش چی است این حسیات ما داریم. البته من احساس کردم که یک عمومیت میانی خصلت های من و اکای اسدالدین هست و اون هم هرگز از چیزی نترسیدن خصوصا از انسان ها از حضور انسان ها که فکر میکنم با هر نفر اگر هر گونه که برخورد میکنی قلبا همین گونه با تو برخورد خواهد کرد و اولین برخورد ما با اکای اسدالدین بسیار به طور صورت گرفت که حتی یک شوخی بسیار عثمانی هم کردیم و اکای سیاه گفتن و اکای اسدالدین جانب اکای سیاه گفتن که این از سرگرای خود ما بوده کو و از همون زمان ما بسیار با همدیگر چی میگویم زبان همدیگر رو میفهمیدیم و من مثل که از همه انسان‌های خوب برای خودم چیزهای خوب رو میگیرم از اکای اسدالدین اون چی که همیشه روحی من میپروره دوست میداره یعنی اون هم جسارت رو یک مکتبی جسارت بود واقعا هم اکای اسدالدین که فکر میکنم این مکتب رو ما کم استفاده کردیم متاسفانه. 15 سالگی گازیته مردمی SSC مبارک باشد. من از همه شانس بزرگتری که در زندگی به دست آوردم این رابطه دوستی و برادری با شماست اکا جان من این رو میدونیم و مهمتر از همه در دوستری شما را ندیدیم. مبارک باشد برای همه. ایشان بودن این کسی من نمیدونستم از که در تاجیکستان بودیم من باید نمایدنی مقصدی هر نفر آواز مقاله آواز دست مسئول بسیار مقاله عجیب برای گزیت تاجیکستان هم وقت بسیار هم چیزیه مهم بس من نمیدونستم کسی من جنبوری آواز دیدم در نمایدنی
از من 34 روز گذشته همه وقت بیاد که اجازه شد مقاله بابایشان که باید درست آمده از آن یک نفر دیگه باید یا اینا نمازیم یا باید که انتخاب میکردیم باید محمد گفت من سراغ از چی رزم دادم میگم اصلا میگه خیر هفته دیگر دارم من خود تجوره من بگیم بکن خدا بس که این کرد بابایش من نمیدونستم ایشان هم مونده با امید چاپ میکنید بسیار شخص خوش سخن بودن بسیار احترامش هم نسبت به دیگر افزایش داشت چند بار در سفرها هم یک جا بودید بسیار انسانی که واقعا هم ایشان بود اگر سروجین هستن سردبیر دایجست پرس که بسیار یک مقاله جمعون هم درباره بابایشان نوشته بودن من که از دست پرورهای یکمی سینی سالی خانموسم ژورنالیستیکای کلوب می‌باشم. این کلوب و ژورنالیستیکای کلوب مکتب ژورنالیستیکای کلوب از همه سخت‌ترین و از همه بهترین بود. هر یک بودم در اونجا توقع کردن نمی‌توانست که ژورنالیستی کسبی شود. بسیار آدم‌ها اومده می‌رفتند. همین خیلی آدم‌هایی که بودن مثل اکل اسلیدین یگان طلبات وایور اجرا کردن نمی‌شد. برای همین مکتب ژورنالیستیکای کلوب بازی درسی هم کار میکنم ما قدشانوری داریم در تماس هستیم در دیگر دولت‌ها کار میکنم یکم کلمه و جمله نوشتن ژورنالیست را از مکتب ژورنالیستیکای کلوب یاد گرفتم. دویم همین گفتنی است که ما امروز 3 تا جشن داریم. جشن استقلالیت با این جشن با همه تندرستی با همه بودباری دویم 15 سالگی روزنامه دوست داشته تاجیکان خلق تاجیکانی که در همین وای هستن SSR سیوم تاسیس یابی ژورنال دوست داشته با عنوان خودم و با عنوان تاجیکستان برای هر بسیار جشنواره همه را تقدیم می‌کنم. برای عبدالله حضور دارن که با تمامی ژورنالیست‌های تاجیکستان یک پول را می‌ماند که میان ژورنالیستیکای اختصاصی و میان ژورنالیستیکای رسمی بود میان ژورنالیستیکای شخصی همه وقت یک پولی هستند که اینها رو با هم می‌پیوندند. برای عمیق‌تر فرو رفتن در شناخت اصلی دوستی همین کتاب به من کمک کرد. خوشبختانه چند روز پیش ما صحبت کرده بود و در نوشته‌های شد اصلی دوستی عموما در شخصیت او من 3 چیزی که برای ژورنالیستیک هست که بسیار مهم است دریافتم. این پیش از همه کسبیت است، پس از آن جسارت است و صداقت است و خیلی خوب من هر ساعت امضا می‌گذارم با تقدیر خودتون برادر گرامی سفیر را گفتم که مقاله‌های بابایشان در جریان‌های جمهور با جسارتی که با رویت جوانمردی مجهز با فکت و ارقام و در روحیه پاتریوتیسم ملی نوشته شده است. واقعاً خیلی کم می‌شود که ژورنالیستان ما این امید را مد نظر داشته باشند و اون اولویت دهند و من در همه نوشته‌های برادر گرامی همین چیزها را مشاهده کردم. یعنی یگان وقت ارزش‌های انسانی ملی دولتی زیر سوال نرفتند، برعکس اینا همه وقت می‌فرمودند. باوری کامل دارم که این 6 مقاله‌ای که اینجا جمع‌آوری شده است همونطور که برادر گرامی اسم گفتن این از قطره از بحر است، چون که مقاله‌های جاویدانه برادر گرامی خیلی زیاد هستند و شما کاری خیلی خوب کردید و واقعاً SSR که امروز برای گفتن در علاوه رسیدنشان مجاش گرفته استاده کاری خیلی زیاد کرده است و شروع از گرامی داشته جامعه شده در سکتور که حتی برای شما در بیسر هم ایجاد کرده بوده تبقاش دیگوش کردن من چیز را خیلی خوب در خاطر دارم و من بسیار آرزو میکنم بسیار میخواهم که همین محفل مرحله گرد بندگی ژورنالیستان آواز بخشد برای کامیابی بیشتر آرزو میکنم که بسیار بختیار و طول مدت باشد. اکرم سنگ که با ما از یک کوچه از یک محل است نورعلی خورکش و بر رستم ابنایی که در اون پس نشستند من خواهش میکنم همین هر سه شما اگر سخن نکنین همین روحی بابای شما را نمیبخشن و بعدی همین جنبست میکنیم. اولش
تشکر با مؤسسان همین محفل که در ادامه یادبودی اکبر صدر ابرار رضای شریفان سایزاد که در همین مجلسگاه جمع آمده بودن برکت بیارید. دوم چیزی که گفتم با جشن استقلال همه شما رو مبارکباد میگویم. شکرانه اون که وطن داریم استقلالیت داریم. سوم برای اکاسیدین با پدر ما رفیق گوش بودن. حتی وقتی که مادرم از دنیا گذشتن اومدن خودشون در پهلوی پدرم ایستادن حمایت کردن. چهارم جمله اکاسیدین از سالهای 90 در شنبه بسیار فعال بودن، حتی از سیاف در فعال بودن. اون وقت اونقدر سیاف از لنینگراد اومده بودن، لیکن اکاسیدین از سیاف در فعال بودن. بیشتر تمام گازیت‌ها را می‌خواندن، تمام مؤلف‌ها را می‌شناختن، تمام مقاله را می‌دونستن. هرچند که از یک روز درس ژورنالیستیک نگذشتن، لیکن ژورنالیست شدن در منطقه کلوب، موقع خود را یافتن، نام خود را یافتن، جای خود را یافتن که این به هر کس میسر نمیگردد. تنبال گفتی روسا در مکتب شکل ژورنالیستیک شهر کلوب. و جمله آخری ما دوره سیاز دا اکن از جای تونده باشه پورتریت پالیت بیورو بود. در پرازنیک‌ها گفتن میگشتن اکای سیاف هر سال پورتریت میکنه پالیت بیورو مخبراش. چند صورت من نیست. ما گفتم کدام ترویکا کاری بزرگ کرده است. بازی جنگ کردم میگم که نگاه کنم خیلی صورت شما مونده. مبارک باشد. ما هم در روزهای اولی SSR در پهلوی اکای سیاف بودیم، مقاله نویسوندیم در همین SSR. فکر میکنم که البته SSR در پهلوی بانوان بر به بر تا جاویدان در حفظ منفعت‌های ملی و دولتی ما در ساحه ژورنالیستیک سهم ارزنده خود را میگذارند. سلامت باشید. خودراماتی که اصلی شخصا برای ما همچنین یک نمودی، رمزی، جوانمردی، شجاعت، دلیری، راستگویی، خب همین مردی چشمش سیر، مردی که به یکون چیز نیاز نداشت. خیلی نصیحتگر ما بود. هر وقت ما کلوب میرفتیم تو دوی لوگویشون رو میگرفتیم، بعد کرمو بران میگرفت. اگر دوی لوگویشون رو نگرفته نمیرفتیم. در نگاه ما در اون جایی که ما میسون یکی از همین زندگی در و یکی از جوانمردترین جوانمردایی که خداوند ما را شناس کرد، دوست شدیم، دودرمون بود، اکاس دیدیم. در مورد گازیت SSR قرار جورج جانت شد. این آدم‌ها بهشتی هستند. خب در مورد گازیت SSR در فکر میکنم که در شرایط امروزه، در اینقدر شرایط مرکبی که امروز است، 15 سال 16 شروع میشه، 15 سال خود در جمعیت امروزه ما نگاه داشتن، خواننده بیافتن و خواننده داشتن. این یک خودش یک قهرمانی است. و اینجا مثلا یک سال اخیر زیادتر شده است که او یوتیوب کانال SSR کار میکنه، قدر بیننده زیاد دارد، قدر ندارد. در یعنی از دستاوردهای دولت، از پیشروی‌ها در یک دولت، در یک جایی که مثلا در یک شرایطی که همه قریب هر روز مثلا رایای ترخیله میشن، SSR خودش همین در یک موقع نگاه داشته و در یک موقع استوار مثلا از اتحاد یک پارچگی و آبادی و ثبات سرزنی گفتن، این خودش یک قهرمانی است. استقلالیت مبارک باشد. گفتیم 100 سالگی SSR را یک جویا جشن بگیریم و همیشه خیلی سرفراز خانواده سربلند باشیم. ما جیان هستیم. یگان گپ یگان شوخیاش میگیم. خب بسیار برای ما شخصی جدی بودن، اما هضم گفتار هم بودن. خب در مرکه نشستگی بودیم در شهر کلوب. خب طرف من گشته گفت که همین زنی تو یگان خراب پخته میتمونه.
گفتم میتواند شکر و قرطو خوب گردو و اون شیرین گفت از زمان رودکی هم زمان موند دستم بعد اومده در خونه با اویلم همین سخن رسوندم گفتم که بابایشون همچنین میگن خب نمیدونم بعدی چقدر وقت بابایشون روبرو میشن اویلم و میگن که بابایشون شما هم خیلی گفته میگم این سخن کی آورده با رسون میگه رستم خودش میگه نبوشه ببرو یا شوی دیگر مرده که بزنش همین سخنی ویا میرسانه با برادرش من دائم با پیوسته در هم تاکیدن میگم که جسارتی من پیش مثلا جسارت و غرورمندی بابای ایشون اسدی هیچ نداره حتی نصفش نداره من یادم هست که در اون دوران شوروی که روس‌ها خواهیم نخواهیم دولتدار بودن دولتمرد بودن و با روس‌ها کج و کلبلیگو کردن بسیار خوف و خطرها در پس داشت اما همه روس و قفقازی‌ها در همین شهر کلوب از بابای ایشون اسدی هراس داشتن میترسیدن بسیار جسارت داشت و حتی در یک مجلس هم در همون دوران شوروی صحبت میکنن بعد یک نفر سینی پهلویش میگه که همین میگه بابایشون یا ای توجیک نیست یا همه ما توجیک نیستیم یعنی که در همه جا منفیت های ملی را با همه راه و واسطه با دانش با خیرات با قانونداری و لازم شود با مشت و لغت هم پشتیبانی میکرد فقط به یک خاطر که تاجیک همچون ملت بشناسن همچون ملت عزت بذارن و همچون ملت حرمت کنن در برای خوشگویی‌هاش که بسیار آدم جدی بوده خوشگویی‌هاش هم خیلی وزنی بودن رستم یک چی گفت خبرنگاری افکرم خاتون تلویزیون سفینه خونش مهمونا را دعوت میکنه شیرین جون میگه که بس هم اویلش منتو میپزه و منتو خیلی بلزت نمکش کم خیلی نمک سراسیمت کم انداخته است بعد همه مردم لطف میگن ای میبروین خیلی انگر احمد برای منتو ایشون دید وقت وای نمیکرد دروغ نمیگه مثلا میگه که شیرین جان میگه لبه امی منتو را زنت کرده میگه سرش تبیرم همتره لطف سخنه داشتم بار دیگر همه شما را با روز استقلالیت تبریک میگم من بارها گفتم و تاکیدن هم میگم گازت اسر گازت سازنده است ما گازت سوزنده نیستیم ما تنقید میکنیم همون که از مثال آوردن که جناب عالی در 100 سالگی مطبوعات گفته بود ناپورا گفته جناب عالی گفت که حکومت رو تنقید کنید همه رو حتی من رو تنقید کنید اما خیانت نکنید ما تمامی ساختارهایی که کمبودی دارن ما تنقید میکنیم زیرا یگان دولت یگان حکومت یگان ملت یگان کشور یگان جمهوری به کمبود نیست وگرنه اینقدر مقامات قدرتی در هر یک کشور نمی‌بودن که با فساد با کروپسیا با پراخری با رشوه‌خوری با جنایت مبارزه می‌برند اینها هستند ما تنقید میکنیم اما ما با ایده‌های سازنده دولتداری سرور ملت صادق بودیم هستیم و صادق خواهیم ماند زیرا ما در یک جایگی تنها در سرجمعی دولت را می‌سازیم و امروز باعث افتخار هر یکی ماست که ما ملت ما سرور دارد که ما را به سوی پیش به سوی نور میبرد به سوی ضیا میبرد و هر نفری که در این راه نمیخواهد به ضیا رسد او ورشکسته است بار دیگر مبارک باشد خوش آمدید